5 تا از خطرناکترین خانومایی که ممکنه به پستت بخوره. اگه خودتو دوست داری تا آخر این کلیپو ببین. 1. زنی که دور و برش پر از مردهای غریب است. اینجور خانوما هم خیانتکارن هم دروغگو و اون داداشیای دور و بر جایگزین شما. 2. زنی که به خاطر پول کنار شماست. اون به رابطت هیچ چیز اضافه نمیکنه. اون یک پولاشامی هست که فقط به خاطر پول کنار تو هست. ازش دوری کن. 3. زنی که به حرفها و نصیحتها و راهنمایی شما گوش نمیده. اون یک آدم مغرور از خود راضی هست که هیچ چیزی به اضافه نمیکنه. ازش دوری کن. 4. زن عصبی و برج زهرمار که به شما هیچ آرامشی نمیده و همیشه زندگیتون پر از غم. ازش دوری کن. 5. زنی که همش بهت بی احترامی میکنه. اون به زندگی تو تعلق نداره برادر. با اون خوشبخت نمیشی.